روزی از روزها بابای در پالیز شلغم شناند. شلغم سبزیده بسیار کلان شد. بابا خواست که از زمین شلغم را کنده گیرد، اما زور بابا به این شلغم نرسید. مویسفید بیچاره هر چند کوشش نمود، اما شلغم را از زمین کنده نتوانست. شلغم چنان کلان شده بود که زور بابا نرسید. مویسفید بیچاره مجبور شد که به یاری کمپیر را دعوت نماید. بابا بیبی را به یاری جیغ زد. کمپیر از پشت مویسفید داشت. مویسفید از برگهای شلغم هر دو یک جایه چنان سخت کشیدند، اما شلغم از جایش تماما نمی جنبید. بیبی بیچاره دید که زور دو نفر به این شلغم نمی رسد، مجبور شد که نبیره‌اش را به یاری جیغ زند. بیبی نبیره‌اش را به یاری جیغ زد. نبیرچه‌اش بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را داشته کشیدند و کشیدند، اما هیچ زورشون به این شلغم نمی رسید. شلغم چنان ریشه های خود را به زمین پهن کرده بود که تماما از جایش نمی جنبید. نبیره کمپیر و مویسفید سگچه داشت که نامش ژوچکه بود. وی مجبور می شود که همین سگچه‌اش را به یاری دعوت نماید. سگچه نبیره را، نبیره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را داشته کشیدند و کشیدند، لیکن شلغم را از جایش جنبانیدن نتوانستند. سگچه دید که زوری آنها به یک شلغم نمی رسد، مجبور شد که گربه را به یاری دعوت نماید. گربه سگ را، سگ نبیره را، نبیره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را داشته کشیدند و کشیدند، اما شلغم را از جایش جنبانیدن نتوانستند. گربه دید که زورشان تماما نمی رسد، مجبور شد که موشک را به یاری دعوت نماید. گربه موشک را به یاری جیغ زد. موشچه گربه را، گربه سگ را، سگ نبیره را، نبیره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را داشته کشیدند و کشیدند و شلغم را از زمین کنده گرفتند. خرسندی آنها حد و کنار نداشت، زیرا که آنها با قوه دوستی شلغم را کنده گرفتند.